این قاتل به پرستار بچه معروفه که آخرش بهتون میگم چرا و متوجه میشید که چرا به پرستار بچه معروفه. این سال 1976 تا 1977 دست کم 4 تا بچه رو به قتل میرسونه. 2 تا از قربانی‌ها جنازه‌شون بعد 19 روز پیدا شد. قربانی سوم یه دختر بوده که سعی داشته با دوچرخش از دست قاتل فرار کنه، اما در نهایت میگیره و میکشتش. قربانی آخرم یه پسر بچه 11 ساله بوده که رفته بوده آب نبات بخره و گم شده. این آخریه که اسمش تیموسی بوده از همه وحشتناکتر بوده قتلش. پدر و مادرش عاجزانه دست به دامن رسانه‌ها شدند. توی رسانه‌ها اعلام می‌کردن که امیدواره پسرش یه روزی به خونه برگرده تا براش غذای مورد علاقه‌ش رو درست کنه. حالا غذای مورد علاقه‌ش چی بوده؟ مرغ سوخاری. بعد از اینکه جنازه پسرش رو ته یه گودال پیدا کردند، مشخص شد قبل از مرگش مرغ سوخاری خورده بوده. بین مظنونین یک مردی وجود داشت اسمش الن بود. الن به روانشناس پرونده یک نامه می‌نویسه و توی اون نامه میگه که من بچه‌ها رو همراه با هم اتاقیم فرانک دیدم. روانشناس الن رو راضی میکنه که به ملاقاتش بیاد، همو ببینن و بهش اطمینان میده چون داره با پلیس همکاری میکنه، دستگیر نمیشه کلا. با هم قرار میذارن اما الن هرگز اونجا نمیاد.